امروز از یک جامعه، از یک انتقال یافتن یا گذشتن به یک جامعه دیگر چقدر مشکل است و چقدر مشکل‌ها را پیش می‌آورد. پس بیاین ما امبیسی‌های محلی‌مان، گروهی‌مان، حزبی‌مان، احساساتی‌مان یک طرف بگذاریم و اونایی که باورشان می‌کنیم یا تحریکشان می‌کنیم مثل بعضی از مقامات حکومت که کدام کارهایی را بکنن مثل همون رفتار را نکنیم. من از همه شما همین خواهش دارم که بسیار آرام و معتدل باشیم. پیش از اون که یک فکری را میگیم، یک اندیشه را میگیم، باید فکر کنیم که این اندیشه مثل اختلاف در داخل ما قبول نشود. حالا که ائتلاف نیروهای دموکراتیک بعد سال 97 هم وجود داشت و معلوم کرده است که در این ائتلاف استوار است که نه